این پاپکورن ها رو خورده فربه میشویم. یگان فیلمی دیگر نبود قدی؟ همین هم فیلمی خوب است کو؟ کاش که یگان فیلم عشقی مسکوی میشد، یا اینکه فیلم حجبی. فهمیدم. پیامتون قبول شد. اگر خواهید کمی خرسندتر شویم ها؟ خنده به همه فایده دارد. بچه ها زود رفتن نهاری کرده بیاییم. من باید تیار شده به شرکت روم. سلام سوزن. بیا آیشه بیا. سلام خانم سوزن. سلام. تو با آشخانه رو چی کم بود یکی باشد روی خط ترتیب ده. اینجاست خانم مجده. نبیره هایم در کجایند؟ در بالا. این چیست؟ شرطنامه ای اویلادار شوی. آن زن امضا کرد. وقتی که جدا شدند 1 لیره هم گرفته نمیتواند. این رو که امضا کنندید شما؟ دیروز. کمال به این چه اجازت داد؟ اجازت نگرفتم. اگر از شهر روی، از دولت روی، با کدام کشوری که نروی از من خلاص شده نمیتوانی. ندیره هایم دنیای منند. آنها آینده و نامبرداری نسب ایپکچی ها می باشند. من وظیفه‌ام را اجرا کردم. اکنون نوبت به قطع کردن آن اویلادار شوی می باشد. من آماده‌ام. بیبی جان؟ ندیره
جانم پسری زیبایم درست سخت پزمال شدم. من هم. چی شد؟ بیبیت رو دیده خورسان نشدی؟ نه بیبی جان، من نه از خواب بیدار شدم. در نظرتون همی خیلی می نماید. گوش کن، اگر ایجه تو رو غمگین کرده باشد رفته گوشهایش رو بریده به سگ ها میدی. بیبی جان، چرا ایجه مرا غمگین میکرده است؟ من حتی 2 روز با او خورده نمیتوانم. بیبی جان؟ دخترکم، جان و جگرم، شیرینکم. شما از کجا پیدا شدید؟ این چی خیلی گپ بیادو؟ هر کجای شما باشد من همان جایم. من بعد همراهی ما میایستید؟ بله، بیبیتون اکنون با ما زندگی میکند. سورپریز گفته سراسیم از خونه برآوردی، نمیگویی که با کجا میروی؟ اگر پیشکی گویم پس سورپریز نمیشود. صبر کن. باز یگان خواهش دیگر دارد خانم سوزان؟ نه اویشا، تشکر. مادرم باشد همیشه تنها خواب میرفت. پسرم بس کن، حاضر مگر وقتی همین خیلی گپا است. بله مادر جان، حاضر عیناً وقتش است. اصلا کی میداند شاید پگاه من از آن کتی جراحی دیگر هرگز بر نخیزم. تینجا سوزان چرا قد رو عوض کردی؟ پشترش بسیار هم کلان بود. در آن هر لحظه احساس میکردم که تنهایم. رفته. حسرت به تو یگون چیز گفت؟ در چی بود؟ کمو. نیلگون. حسرت به تو چی گفت کمو؟ آدمان دانند که با تو اینطور معامله کرده نمیتونن. کمو، من ارزوی از چنین جایها خرید کردن را ندارم. از تو راننده مخصوصم خواهش نکردم. تو میدانی که من در ادنا چقدر زندگی میکردم و از خصلت من خوب آگاهی. حضرت به تو چی ها گفت نمیدونم، اما باور کن که این خیلی معامله آدما مرا نمیرنجاند. ولی حالا برای خرید مجبور کردنت مرا بسیار ترسیق میکنم. من ناراحت میشم. تو اینقدر زیبایی. رفتی. برادر تو آدمی خطا را دزدیدی. من به این کار علاقه ندارم. تو از من چی میخواهی؟ پول میخواهی؟ من از کجا پول دارم؟ یک کم بغل باشم برادر. گوش کن، اگر به کمال ایپکچی امید داشته باشی بدون که او برای خاطر من به تو 1 درهم هم نمیدهد. مرا به نزد سگ ها میپرتاید و نگاهی نمیکند.